الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أيام آغاز مدارس دینی و ثبت نام در سطح استان هست. مدارس علوم دینی و مکاتب های قرآنی در این ایام خصوصا ثبت نام به عمل می آورد و مناسب هست که در این رابطه کلمات شکسته خدمت عزیزان عرض شود که علم و دانش را الله تعالی جایگاه بسیار بزرگ داده و تعیین کننده علم و مایه حیات برای بشر، مایه زندگی برای انسان. هم علوم دینی و علوم شرعی حیاتی هستند و مهم و نیازن برای جامعه انسانی نیازه و الله تعالی زمینه کسب علم دینی و شرعی را فراهم کرده با بعثت انبیاء علیهم السلام و با بعثت انبیاء علیهم السلام و با نازل کردن قرآن عظیم الشان اللہ تعالی زمینه کسب علم را فراهم کرده، علم فرستاده برای ما و همچنان علوم روز و دانشگاهی علوم عصریه هم بسیار نیازند و ضرورتند برای جامعه انسانی و بشر. بدون علم انسان نمیتونه به الله برسه و راه خدا را بلد نیست و روی این باید دانش کسب کنه، علم کسب کند که با چه اعمال الله راضی می شود، با چه اعمال هست که الله ناراضه
بدونه که منکرات و مفاسد و حرام و ناجایز چیه و بدانه که چه چیزایی واجبه که ما این را انجام بدیم، چه عملی را باید انجام بدیم، چگونه عمل انجام بدیم. به طور مثال نماز، حالا این لازمه که هر انسان تک تک انسان ها بدونن که نماز چگونه بخونند، رکوع چیه، سجده چیه، قرائت چیه، چه در نماز خوانده میشه و اینها را، نماز را، دانش نماز بر همه لازمه که بدانند، چرا که نماز یک عمل فرض است. هر عملی که فرض علمش هم فرضه و هر عملی که مسنونه دانشش هم مسنونه و هر عملی که مستحب و افضل فضیلت داره دانشش هم اینطوره و اون عمل بدانه. وقتی حج فرض می شود لازمه که بدانه که حج چگونه انجام بده، آموزش ببینه، بره تعلیم ببینه که حج چگونه انجام میده. و اونهایی که سفر حج میروند مثلا کسی همراه باشه که اینها را در همه مراحل سفر آموزش بده که حج چگونه انجام میگیری. آمد و حاجیه از کاروان جدا شد و چیکار بکنه. خاطره که از فراموش شدنی نیست. یا یک بنده خدای درویشی بود که یک سالی همراه بود و قافله که ما بودیم و این گریه میکرد همیشه و میگفت که او نظر کرده که تا زمانی که حج انجام نده ازدواج نمیکنه. ازدواج نکرده بود، سنش مقداری بالا بود ولی خب بهرحال پیر نبود، هنوز جوان بود و این همون آخرین روزی که مردم به عرفات و منی می روند از قافله گم شد. هر چه تلاش کرده پیدایش نکرده و بالاخره کاروان رفت به منی و عرفات و حج که انجام داد. بعد که آمدید تا این در مکه مکرمه است. گفت که شما وقتی که رفتید حاجیان رفتن نپرسید که جا چگونه خلوت شده. بالاخره طواف کرده و حجر اسود در بوسه داده است و از حج ماندن. خب اگر این شخص میدانست که حج عرفات، اصل فرض عرفات، بالاخره کسی که مریض هم بشه و توی بیمارستان باشه میبرم به عرفات میچرخونن و این فرضش ادا میشه. بهرحال عرفات باید بره و حضرت رسول فرموده که حج عرفه و این یعنی یکی از ارکان مهم حج. طواف میشه بعد انجام ده، کسی معذور باشه حج نده، جبران داره میشه، ولی عرفات که فوت شد دیگه هیچ جبرانی نداره و میمانه. حج از او رفته و بالاخره درویش همونطور بدون حج با کاروان بعد برگشت و بعد من از سرنوشتش معلوم نشده و تا امروز دو مرتبه ندیدم. مال یکی از شهرستانه بود که چه کار کرده بعد موفق شد یا نه. و این علم ضروریه که بدانه اندازه یاد بگیری که فرض حج چیه. آقا من آمدم از کاروان ماندید، بالاخره حادثه هست، تصادف هست، مشکلات هست، ازدحامه. اگر با کاروان میمانه یا توی منی خیمه ها گم بشه. ولی یکی را گم کردیم در منی، کاروان زنی رفته بود برای طهارت چیزی و خیمه ها ما یکسان برگشت، متوجه نشده که خیمه او کجاست. تمام خیمه ها را دور زده بود. تمام روز عرفات گشتیم، تلاش شد، پیدا نشد. بعد که حاجی برگشت از عرفات تا ای در منی هستم توی همین خیمه های هنوز. و مثلا ای عرضوی حج، تمنای حج و از حج بمنه. ای چیه؟ به علمیه که علم حج نداره
و لحاظا کسی که میخواد بره به حج اول بره علمش را کسب کنه. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ به بازار کسی که دستور داده بود که هر کس میخواد وارد بازار بشه و تجارت بکنه تا علم تجارت کسب نکرده او حق نداره توی بازار بره کسب و کار کنه. چرا؟ که ممکنه او معامله حرام انجام بده، معامله ربا انجام بده و مردم را همه بالاخره گرفتار حرام نکنه، بازارهای ما حرام وارد نشه. و این مهمه که انسان بدانه احکامش را، آنچه که بر او حرامه، ممنوعه، آنچه که بر او واجبه، این را باید بدانه. واجبه که انسان محرمات بدونه که چیزی حرامه، واجبه که انسان بدانه و چه چیزی بر او فرضه، چه چیزی بر او لازمه و این را انجام بده. و علم در یک حد بر تک تک شما فرضه، بر تک تک مرد و زن. یک سطح بعد بالاتری از علم که نیاز جامعه و ضرورت جامعه است، لحاظا اینها نه، این فرض کفایه فرض نیست. اگر گروه علم کسب کنه از گردن بقیه ساکت. این علمی که توی حوزه ها تدریس میشه همون علم بیشتر او فرض کفایه است که تدریس میشه. نیاز جامعه شما الان نیاز پیدا میکنید به دارالفتاء مراجعه میکنید، باید عالمی باشه که شما فتوای صحیح بده و به کسی شما مراجعه بکنید که فتوای درست بده. اگر فتوای غلط بده خودش هم گمراه شد و کسی را که فتوا داد او را هم گمراه کرد، چرا که هر دو تا اشتباه کرده. و روی اینه که علم فرضی به هر حال، یک سطح بر تک تک افراد زن و مرد، یک سطح دیگری که با علم کلیه و علوم دینیه برای مسائل به صورت تفصیل و او فرض کفایه و یک گروهی را الله فرموده که برای علم کسب کنند از هر طایفه و از هر فرقه و قوم گروهی برند برای کسب علم. و اینجا همون فرض ادا میشه که از هر منطقه و از هر قوم میگن که قرآن سیاست اینجا تعلیم داده، سیاست دانش را تعلیم داده که دانش و علم تک تک مردم همه نمیتوانند این علم که فرض کفایه و یک گروهی بره و این علم یاد بگیرن و بعد برگردن و قومشون تعلیم بدن. و ما توصیه من همینه به دوستان، به عزیزان که تمام مناطق بالاخره باید بیایم برای کسب علم. بعضی جا افراد اعزامی میروند اونجا ماه رمضان و اینها، یا افراد از جای دیگه میروند و اینها هم همین توصیه می شود که شما سعی کنید که عالم محلی از خود اونجا باید کسر به علم کسب بکنه، چون عالمی که مهاجر باشه از جای دیگه هجرت بکنه بری همیشه نمیتونه بمانه و یک روزی بر میگرده. بعد آنجا عالم باشه که ماندگار بشه از خود اونجا و اونها را تعلیم بده. قرآن به همین اشاره میکنه من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هم تعلیم بدن و هم اینها را بترسان عذاب الله تعالی و تبلیغ کنن، هم تعلیم بدن و هم تبلیغ بکنن و ارشاد کنن و دعوت بدن. این دو وظیفه را برای عالم الله تعالی بیان کرده که این کار انبیاء علیهم السلام تعلیمه و هم دعوت الله است و تبلیغ و ترسوندن از الله تعالی است. مهم عزیزان من، علم وقتی علم روشناییه، علم نوره، علم چراغ راهه. شما اگر راه خدا را ببرید با علم داشته باشید، یعنی چراغ در دست شما باشه که راه را برای شما روشن کنه. و لحاظا این
یکی از بزرگترین اهداف خلقت بشر هم همینه، بندگی الله. پس علم باید باشه که چگونه الله را بندگی بکنه. و یک چراغ دیگری که ما لازم داریم او برای زندگی دنیا لازم داریم. این همه دنیا را الله برای شما پیدا کرده، برای مخلوق دوم پیدا نکرده، برای فرشتگان پیدا نشده، برای شما پیدا شده. و این همه منافع که الله گذاشته است، این ذخایر زیرزمینی، شما خیال میکنید یا بشر خیال میکنه که این خود به خود به وجود آمدن؟ بزرگترین جهل و نادانی همینه که نه، اینها را اون مدیر توانا که جهان را مدیریت میکنه و تا قیامت مدیریت میکنه و برای همیشه مالک الملک و پادشاه حقیقی و واقعی است و همه جهان از آن اوست، او مدیریت میکنه. ولهذا این که ذخایر زیرزمینی موجودن، اینها کوه گنج و کوه طلا و مس و آهنها و فلزات و انواع معدنیات الله گذاشته و اینها مورد استفاده بشر. و همین هستن امروز که این وسایل امکانات که من و شما بهره میگیریم برمیگردن به همین معدنیات، سوخت از همین داخل زمین و تمام این فلزات هم برمیگردن به زمین. ولهذا اینا را همه الله گذاشته و آیه قدر فیها اقواتها. دو روز الله زمین خلق کرد و دو روز دیگه الله تعالی تمام امکانات را برای بشر در این زمین جا گذاشت. و حالا ماشاءالله گاهی که اینا را یاد میکنیم یک افسوسی هم میخوریم و که ماشاءالله ملت ایران گاهی رفتم من بعض کشورهای دیگه سرم افتاده که کلا سرسبز و آب و دریا و رودخانه و ولی هر جای الله یک نعمت ہے که پول نداره و ثروت و اندازه نداره. البته ثروت داره با تجارت، با صنعت، با تکنولوژی، بالاخره اینها پیشرفت کردند و ثروت جمع کردند. اما مردم ایران یک سرمایه مجانی و دارند که دنیا نداری و طلای سیاه که داخل زمین این سوخته که دنیا به این نیاز داره و محتاجه. و دیگه امکانات در این کشور از یک کشوری سر ما یک جای رفتیم مسافرت به هندوستان و تمام زمین سرزمین هندوستان سرسبز و درخت و نهر و آباد. و اینجا که به تهران فرودگاه تهران آمده دید که همه فرودگاه تهران جایی که بالاخره سرسبز خشک شن ماسه ولی یاد کردی که این خشکی ظاهری ببینید داخل کشور چه استعدادی موجوده که همون هندوستان نیازمنده و همه کشورهای سبز سرسبز ملتایشون نیازمنده به ایران. ولی افسوس که ملت ایران علا با این ذخایری که داره و با این استعدادی که در کشور گرسنه است و دستش خالیه و تمام برمیگرده به مدیریت ضعیف و تمام برمیگرده به عدم تدبیر. بالاخره این درستی کشور دو فشار سنگین سرش آمده، یکی به هر حال تحریم فشار سنگینی بر این کشور وارد شده است و تحریم 10 ساله و دومی مدیریت ضعیفه. دو تا مدیریت اینه را همه مسئولان قبول دارن، مسئولان کشور قبول دارن که همیشه صحبتایشون نمایانه که میگه
مسئله تحریم هست دیگه امکانات وجود داره. چرا ما ملک نتوانیم اداره کنیم، اقتصاد سامان بدیم؟ اقلا اقتصاد سامان میخوره با سیاست درست و با مدیریت قوی و با پاک دستی، با مبارزه با فساد. و یک خاطره را من هیچ وقت فراموش نمی کنم که یکی از مسئولان رده بالا صحبت میکرد، گفت فساد توی کش، من شنیدم که گفته که این فساد ضرر داره ولی خطری برای نظام نداره و نظام نمیتونه ساکت کنه. و هیچ اندازه حرف به هر حال رنج میده آدم. بابا فکر مردم بکنه، اول فکر نظام نه، اول فکر مردم ایران. مردم گرسنه نشن، مردم گرسنه نشن، مردم ملت محتاج نشه، منافع ملی به خطر نیفت. منافع ملی که تابعین بشه خود مشکلات دیگه حل میشه. و مسئله حاکمیت و نظام هم بالاخره به پابرجا میشه وقتی که ملت مشکلی داشته نباشه که هیچ کسی در سر نداره که سرصدا بکنه، اعتراض بکنه یا باشه. و فساد با تدبیر و درایت درست و برنامه ریزی مبارزه نشد. فساد تا امروز بیداد میکنه. فساد مالی چنان گسترش پیدا کرد به طرف خود مسئولان رده بالا که همه جا دامنگیر شد، ریشه دوانید و همه آلوده شدن، خیلی ها آلوده شدن، خیلی ها گرفتار شدن. و عزیزان من، این به هر حال حالا این مشکلات پیش آمده و در هر صورت مذاکرات در جریانه و این مذاکرات یک آزمایش بسیار بزرگی برای کشور ما. و ما ملت از این بابت راضیه و خوشحاله که مذاکرات میشود و به هر حال بهترین سیاست و بهترین رویه همینه که مذاکرات مستقیم باشه. جلوتر ما هم عرض کردیم، نظری دادیم که مذاکرات مستقیم و بدون واسطه باشه و مذاکرات با واسطه به جای نمیرسه. مذاکرات مستقیم باشه و به هر حال در این مذاکرات طرفین ما توصیه میکنیم، طرف امریکایی و طرف ایرانی، هر دو را توصیه میکنیم به این که واقعیت ها را در نظر بگیرند، حقایق را در نظر بگیرند، صداقت باشه. تا صداقت در کار نباشه فایده نداره مذاکره. تا واقعیت ها را در نظر نگیرند بالاخره این مذاکره به جای نمیرسه. بله به هر حال ملت ایران یکی از واقعیت های دنیا است و یکی از ملت های مهمه و تاریخیه و خیلی ملت ها نبودند که اینجا بشر زندگی کرده و بالاخره توی ایران بوده و تمدن داشته و مدنیت بوده اینجا. به هر حال یک جای تاریخیه و های ملت ها همانطور که ملت ایران یک واقعیتی هست، تمام این ملت های خاورمیانه همه واقعیت و فلسطین هم یک واقعیتی است، اسرائیل هم واقعیتی است، یهودیان واقعیتان. ما نمیتونیم یهودیان را بگی حق ندارن، حق دارن و فلسطینی هم یک واقعیتان و
تمام این ملت ها واقعیتاً کسانی که مذاکره میکنند باید امنیت کل این ملت ها را در نظر بگیرند و نه تنها امنیت اسرائیل مطرح باشه. نه، اسرائیل تنها نبینند. ما این به هر حال گلایه را داریم و توصیه میکنیم به هم اروپاییان و هم امریکایی به غرب که اسرائیل شما ببینید و فلسطینی ها را ببینید، غزه را هم ببینید و ببینید که امروز چه بر غزه میگذره و چگونه نسل کشی آنجا و چه اندازه اونجا تصفیه قومیه و چه اندازه حقوق بشر در غزه پایماله و لگتماله، زیر پاهای چکمه‌های نظامیان اسرائیلی میشه. انسانن اینا. شما به اعتقادشون نگاه نکنید که نه مسلمانن بلکه یا یهودیان، بلکه بین نگاه کنید که انسانن. یهودی هم انسانه، مسلمان هم انسانه، حقوق همه رعایت بشه. نباید یهودی به این صورت به قتل عام برسه، نباید یهودی بیگناه کشته بشه، نباید مسلمان بیگناه کشته بشه. بله مسلمانی که قتل کنه، یهودی که قتل بکنه، هر کسی قتل بکنه کشته میشه، گلایه نیست. ولی ملت و مردم نباید اینطور تارمار بشه. یک قومی را بخواهید که از جایی که زادگاهشونه آنجا زندگی کردن، آنجا مردن، قبرستانشونه بخواهید از اونجا کوچ بدید. کجا کوچ میدید؟ دور نگاه کنید. و آقای ترامپ رئیس جمهوری امریکا هم باید توجه داشته باشه. ببینید اسرائیل ببین، فلسطین هم ببین، حق و حقوق را هم ببینید. نباید هیچ مذاکره بر اساس نادیده گرفتن واقعیت ها و مذاکره برخلاف دیدن حقوق حق و واقعیت ملت ها در نظر تصمیم بگیره که این مذاکره موفق نمیشه هیچ وقته. بله شما باید کل این منطقه خاورمیانه و جهان نگاه کنید. این که جهان زندگیشون و اقتصادشون به این منطقه وابسته. دریای خلیج فارس، دریای احمر، دریاهای روم و اینها که همه بالاخره به این منطقه وصلن و اقیانوس و اینها همه این شهرهای اقتصادی دنیا هست و همه اینها را منافع همه در نظر گرفته بشه، همه جهانیان، همه ملت ها، و با یک نظر بلند و دید وسیع این مذاکرات بره به موفقیت برسه و بتونه نتایج مثبت داشته باشه و ثمراتی داشته باشه. مسائل غزه را تا شما حل نکنید، شما امنیت اسرائیل با هیچ اتم نمیتونی حل بکنی. و تا مسئله غزه و فلسطین حل نشه، جریان مبارزه با جریان تروریسم هیچ نتیجه نداره و به جای نمیرسه. چرا؟ که عدالت هست، سلاح اتمی نیست و برتری نظامی نیست. درسته شما که آمده برای مذاکره، ما میدونیم که از لحاظ نظامی ساز و کارهای نظامی شما برتری دارید و امکانات و تجهیزات مدرن نظامی را به منطقه مستقر کردید و شما برتری نظامی دارید، اما برتری نظامی بدونید که نمیتونه مسئله را حل کنه. عدالت در نظر گرفتن واقعیت ها و در نظر گرفتن حقایق و انصاف میتوانه
انصاف میتوانه که عدالت برقرار کنه، امنیت برقرار کنه، آسایش برقرار کنه، آرامش. ما میگیم همه کسانی که در خاور میانه زندگی میکنن، حتی یهودی ها در آرامش باشن و ملت فلسطین در آرامش باشه، تمام مردم خاورمیانه در آرامش باشن، کشورهای عربی در آرامش باشن، حاشیه خلیج فارس در آرامش باشه، ایران در آرامش باشه، شما در آرامش باشه در دنیا. این راه حل واحدش اجرای عدالت و نگاه منصفانه به مسائل، دید واقعی به مسائل. شما نگاه منصفانه به مسائل بکنید و از راه انصاف بشینید. فردا قراره که در اون مار بشینند دو طرف و ما روبرو مذاکره، شما حتما روبرو مذاکره بکنید، اما توصیه ما به هر دو طرف هست که این واقعیت را در نظر بگیرید، چاره اندیشی بکنید، چاره جویی بکنید، تندروی نکنید. این نظر ما قبول نداریم که بعضی نظر میدن که یهودی ها باید منطقه را ترک کنند و از اینجا برند و یا نابود بشه. آیه نظری بالاخره ممکنه بعضی باشه، اما این نظر ما منصفانه نمیدانیم، عادلانه نمیدانیم، از واقعیت ها دور میبینیم. این نظری هم بسیاری که باید غزه نباشه، فلسطین نباشه، اینا باید از اینجا کوچ داده بشن، این نظری هم رادیکاله و این نظری افراط گرایانه هست. هر دو نظر توش افراط واقعیت هم میده. فلسطین یک واقعیت و حقیقت شما نمیتونید اون حذف کنید. بمیرید و همه را به کشتن بدید، ولی شما را همون مسلمانان بدون سلاح مردم آخر که به تنگ بیاد سر شما میریزه. راحت زندگی بکنید، توسعه طلبی نکنه، فلسطینی هم توسعه طلبی نکنه، اسرائیل هم توسعه، دیگران هم توسعه طلبی نکنه. هر کسی به حقش، انصاف، واقعیت، عدالت. شما این عدالت اگر اجرا بکنید، شما خدمت کردی برای بشریت، شما خدمت کردی برای حقوق بشر، شما خدمت کردید در جهت آرامش و امنیت. شما باشید یا نباشید، مردم شما را دعای هدایت میکنند، دعای خیر میکنند. ولی اگر شما منطقه را بسوزید و برید و حمایت یک جانبه بکنید، واقعیت و حقایق در نظر نگیرید، شما موفق نیستید و هر نوع صلح بکنید شکست میخورید. و که کسانی که کشو ضایع میشه وقتی که هیچ رای نباشه به خودشون بوم ببندن. یه آدمی که عصبانی خود را بوم میبنده به خودش و منفجر میکنه، حمله انتحاری چه کسانی میکنن؟ کسانی که زندگی میگذارند. ولهذا دنیا اون زمان آرامش پیدا میکنه. این فطرت انسانه که بدون به حقش رسیده، بدون که یک مذاکرات عادلانه بوده، بدون که یک مذاکرات منصفانه و همه طرفها در نظر باشه، و این میتونه که به جای برسه. ما امیدوارم که این مذاکرات بتونه به جای برسه و همه توصیه من به مسئولان خودمان آن هست که خیرخواهانه این توصیه بالاخره یا آنه که شما شرایط کشور را در نظر بگیرید. الان که کشور در چه نقطه قرار داره، ملت ایران در چه نقطه قرار داره و این در نظر بگیرید. شما نمایندگانی که می روند برای مذاکره، بدونید که شما نماینده همه این مردمید برای مذاکره. تک این اقوام ایرانی، مذاهب ایرانی، ادیان ایرانی، ملت ایران،
شما نماینده اینا هستید، حق و حقوق اینا رو در نظر بگیرید، وضعیت اینها را ببینید که در چه وضعیتی قرار دارد، وضعیتی که غیر قابل قبوله و غیر قابل تحمله و باید این وضعیت عوض بشه و برگرده. و لحاظا مذاکره انشالله که با نیت های خوب باشه الله تعالی کمک میکنه و ما امیدواریم که الله کمک کنه و مذاکرات به نتیجه برسه که همه خاورمیانه و همه جهان در نظر داشته باشه و بالاخره همه بعد مردم شما را دعای خیر کنن و راضی باشن که نتیجه درستی و که بعد همه بتوانه که در این مسائل به خیر باشه. و من توصیه آخرم همینه به مسئولان کشور که از کسانی که تندن در کشور از تندروها تحت تاثیر قرار نگیرن. یک مشکل بزرگی که هم برای حاکمیت و نظام ضربه غیر قابل جبران زده است و هم به ملت زده، منافع ملی زده، تندروی در ایرانه. در ایران متاسفانه کشور ما افراط و تفریط زیاده، ولی نظرهای معتدل هم فراوانه، ولی معتدل زیاد برده نداره. اعتدال گرایی توی کشور زیاد برده نداره. تندروها جلوه و این تندروها در خود سیستمن و بالاخره حکومت موجودن و این تندروها که خارج از سیستمن اما پرنفوذ و پرقدرت و بالاخره یک مسئول هم قدرتشون بیشتره و گاهی آه میکشند و داد میکشند دیگه همه عقب نشینی میکنن. نه، شما الله تعالی به حضرت رسول توصیه کرده که واصبر ان وعد الله فاصبر ان وعد الله حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. الله فرموده که پیامبر شما صبر کن و استقامت کن، وعده خدا، وعده نصرت الی برا میرسه و شما را انسانهای سادلوح و انسانهای کوتاه‌بین و انسانهای تند شما را از مسیر خارج نکن که شما بی صبری بکنید. ببین هشدار داده به حضرت رسول با چه کلمه؟ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. اینا ببین یک وقت شما را از مسیر خارج نکن، شما را حساب. حضرت موسی را الله هشدار داده به حضرت موسی فرموده که قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. به حضرت هارون و حضرت موسی میگه که شما استقامت کنید. الله میگه موسی دعای شما را من پذیرفتم که دعای هلاکت فرعون کرد که ناامید شد، دعا کرد که الله اینا به هلاکت برسانه و هم مالشون تباه کنه و خودشون برباد بکنه. و الله فرمود آی موسی و هارون دعای شما پذیرفته شده. ببینید که افرادی که بالاخره اونها نظر شو سطحیه و فکر عمیق ندارن، فاستقیم ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون، نادان هستن، شما را از مسیر خارج نکن. شما تو منافع ملی، من غیر از منافع ملی هیچ چیز را دیگه قبول ندارم. منافع ملی هم منافع اسلامیه. شما ملت نگهداری کنید، شما دین نگهداری کنید. اگر ما ملت نگهداری نکنیم بالاخره ملت اگر دین خدا نکرده ویل بکند که الان دیو گریزی توی کشور ما زیاده، چقدر ضرر عظیم و بزرگ است. شما ملی فکر کنید روی منافع مردم عزیز ایران، ملت ایران. شما نمایندگی این
دولت و حکومت ها نماینده ملتن. شما نمایندگی 85 الی 90 میلیون جمعیت ایرانی را میکنید. فقرایشون ببینید، روستاییشون ببینید، اونایی که بیکارم ببینید، شهر ببینید، حاشیه شهر، روستا را ببینید و تمام ملت نگاه کنید که ملت در چه وضعیته، در کدام نقطه قرار داره و اینا نگاه کنید. حرف هیچ کسی را گوش نکنید که نظر تند میده. این تندروها هزینه درست کردن برای کشور. هزینه حقیقت هم برای حکومت و نظام، این تمام هزینه ها را اینا تراشیده، برای ملت هم اینا تراشیده. اینا را پر و بازول، اینا را نزدیکای خودتون نگذارید، حرفشون بزنن ولی حرف اینا را قبول نکنید. ببینید دلسوزان حرفشون قبول کنید. نگاه کنید که دلسوزان کشور چه نظر به شما میده. این حرف ملت گوش کنید، حرف مردم ایران گوش کنید، حرف زنان و حرف مردان و جوانان و نه تنها علما، نه تنها دانشگاهیان، حرف همه ملت، حرف دانشگاهیان، علما. تو علما دلسوز است، تو علما افراطی و تو چنان داغ و چنان حرفهای خطرناک میدن که به ضرر منافع ملیه. در تحصیل کرده هم کسانی هستند که فکر تند دارن و نظراتشون به ضرر ملته. در خود بدن حکومت به کثرت هم و ما میشنیم این حرفها را که حرفها به ضرر ملت داره داده میشه. و بالاخره مسئولان باید همه ملت ها ببینن، همه کسانی که حرف میزنن ببینن، خیرخواه و دلسوز هم ببینن. و این توصیه آخرم هم مجدد به بالاخره کشور پاکستان و مسئولان پاکستان هست، مسئولان خودمون هست و همینه که شما مهمه، ما نظرمون دلسوزانه هست و غرضی هم ندارم به این مسئله، ولی مشکلات هم میبینم و احساس میکنم که ما مسئولیتی داریم در رابطه با این و حرف خیرخواهانه بگیم که هر حرکتی که به صورت سیاسی باشه و حرکت‌های مدنی و جامعه مدنی، این که از خشونت دورن، به صورت مطالبان، به صورت خواسته مطرح میشن و این بهترین صورت است، بهترین برای کشور، مایه رشد کشوره، مایه ترقی احزاب و گروه ها و تشکلات برای هر ملت زنده لازمه، مگر اینکه ملت مرده باشه. ولی ملت های زنده حرکت های گوله دارن و خواسته هایشون را به صورت مدنی پیگیری میکنند و مطرح میکنند. این خیلی بهتره برای کشور. به هر حال هم برای پیشرفت کشور، هم برای حل مشکلات. کشور میمیره اگر در کشور حزب نباشه، تحزب نباشه، احزاب نباشه و جماعت ها و گروه های سیاسی و مدنی نباشند. این کشور مرده و زندگی باینه که انتقاد اساسنده باشه و صحبت باشه و روی همین این گفتگو الان که در شکل میگیره در عمان، ما ترجیحش میدیم و معتقدیم که یک بسیار خوبه و از جنگ ناراضیم. ما اعتقاد ما اینه که جنگ ویرانگاره و نقصانش تباهیش خیلی زیاده و دولت ها باید تشکلات و از تحزب و احزاب و بیان واقعیت ها و پیگیری مسائل از طریق مدنی استقبال کنند. نباید
بگیرند سیاسیون زندان بکنند. سیاسیون زندان کردن در هیچ کشوری مناسب نیست. بالاخره او هم مخصوصا که زن باشند. بالاخره تمام دنیا درسته زن اگر قتل کنه کشته میشه، این درسته. زن اگر قتل بکنه قصاص داره از لنسری، ولی زنها را تو این مسائل باید مراعات کن و بجای اینکه شما زندان بکنید زنها را که اینا تشکلشون تشکل مسلحانه نیست، اینها را گرفتن و زندان کردن مایه گسترش ناراضگی میشه، ضرر داره برای کشور همسایه ما، برای همه جهانه. ولهذا شما بشینید با مردم تو توصیه بانی که اینه بجای زندان کردن بشینید صحبت کنید، خواسته های به حقشون انجام بگیری بهتره. و بهرحال با خشونت و کشت و کشتار من موافق نیستم و نظرم نیست این. ولی وقتی که عذاب تهذب و انتقاد کسی جلوگیری بکنه و به انتقاد سازنده نگذاره و به پیگیری های مدنی و مطالبه و پیگیری های مدنی را قبول نکنه و فشار بیاره، نتیجهش خود به خود سوق میخورند افراد تند به گرفتن سلاح. و این به مسئله هیچ کشوری نیست، هیچ کشوری، هیچ نظامی از نظام دنیا نیست. و روی این تحمل بالا ببرید و مسائلشون حل کنید. مشکلات داره، ما میدانیم که چه مشکلات هایی هست، الله همه مشکلات ها خود دولت پاکستان میدانه، ولی بالاخره بشینه با اونها و از راه گفتگو، از راه گفتمان، نه از راه سلام. من خشونت تا گفته که موافق نیستن، برای هیچ نه دولت موافق خشونت و کشتار هستم، کشتن مردم، و نه برای ملت معتقد. نه هیچ ملت علیه دولت است، دولت بس سلاح برداره و نه هیچ دولت ملتش را بکش. آقا بشین گفتگو، هر دو طرف گفتگو بکنن و در سایه امن و این سایه امن بیشتر زمان تقویت میشه که راه گفتگو، راه مذاکره باز بشه. والا که ما خوشحالیم برای اینکه راه گفتگو باز شده و خوب هستین انشالله. ما امیدواریم که الله تعالی دنیا را دید وسیع بده و نظر بلند بده و همه انسانیت تا نگاه کنند، همه مردم دنیا حقوق انسان رعایت کنند، حقوق حیوانات رعایت کنند و عاقبت همه ما بخیر بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد. بله آخری حرف ما علم بود که به هر حال گفته که این مدارس ثبت نام هست و امیدواریم که افراد نخبه برن ثبت نام بکنن در دانشگاه ها، در مدارس دولتی و درخواست دارم از شما مردم زاهدان، درخواست خاصتا از شما و از همه مردم اینه که شما باید شرایطتون فرق بکنه با جای دیگر. این جوانان ما همه انشالله اهل دین باشن، یک ترغیب ما درجه اول به دینه، برم به سمت دین و اعتقاد صحیح، یادگیری قرآن، یادگیری احکام و دین. و در درجه دوم ما تمام ملت ایران و خصوصا جوانان زاهدانی و جوانان استان و کل من به علم تشویق میکنیم. علم و دانش، با دانش شما به جای میرسید، با علم به جای میرسید، با قرآن به جای میرسید. و درجه سوم به شغل و کار، برید شغل یاد بگیرید، کار یاد بگیرید، بیکار توی خانه‌تون ننشینید. برای درآمد کم هم شده، حتی اندازه نان خشک برید کار کنید اگر نبود، محتاج نباشید. بیکاری به شما ضربه میزنه. و ما امیدواریم که همه جوانان
به نماز بیایید، به نماز جمعه اینجا شما تشریف بیارید، به مساجد بیایید برای نماز جماعت شرکت کنید. مساجد خانه خدا، کسی که با مسجد ارتباط داره با الله ارتباط داره. و همه مردم عزیز ایران توصیه مانه که خدا را فراموش نکنیم و خدا را ویل نکنیم. یک جای ناراض شدیم و ما را ناراض کردن، خدا را ویل نکنیم. و خدا شما را ناراض نکرده، خدا ویل نمی کنه من شما را. اگر خدا ما را ویل کنه ما به هلاکت میرسیم. و الله را داشته باشه، الله پشتیبان من و شما است. همه مسائل و اعدام زیاد شده و این طرف و اون طرف صدای ناراضگی مردم بلنده و اعدام علاج نیست و کشتن علاج نیست. بشینید با زندانی صحبت کنید، کار فرهنگی بکنید، اینها را ببرید به دانشگاه ها، اینها را ببرید به سمت علم، ضمانتشون بگیرید، تعهد بگیرید، ضمانت سنگین که برن توی دانشگاه درس بخونن، برن به راههای صحیح. اینا را نکشید. اگر بنده به جای شما اختیار داشتم، تمام این زندانی هایی که بالاخره مرتکب قتل نشدم، ما زندانی های سیاسی، زندانی های امنیتی، زندانی های عقیده، همه را آزاد میکردم. زندانی من که اختیاری ندارم، ولی اگه من اختیار داشته باشه یک شب من تو زندان سیاسی نمیگذارم. بالاخره در باز کنید، برایید به پشت کارشان، بشینید و اینا صحبت کنید و انشالله همینطور که با اونجا مذاکرات عمان جریانه، از این طرف با مردم خودتون، با ناراضی خودتون، با زندانی سیاسی مذاکره کنید و رها کنید و بگید که بیان کمک کنن و مشکلات بگن، راهکار بدن که راهکار چیه و حرف مردم همه ما بشنویم. کشتن فاصله ایجاد میکنه، نقصان میاره و عقده را در کشور بیشتر میکنه، دشمنی بیشتر میشه. ما میخوایم با همین مردم زندگی بکنیم، نباید مردم با دشمنی خودمون بکنیم و نباید ادعای را ناراض کنیم. بابا نه دوستی بکنیم، دوست باشیم با مردم و رضایت خدا رضایت مردم هست. رضایت مردم گرفتید، رضایت خدا هست. ملت ناراض بشه، خدا به صورت قطعی ناراض و ملت از دست ندیم، خدا را از دست ندیم. این دو تا محور برای همه ما. بله انتا درخواست دعا شده شد چشم. من دعا و صلی الله علی سیدنا محمد.